تا حالا شنیدی که ما فقط از 10% مغزمون استفاده میکنیم؟ اما اگه یه روزی بتونیم به 100% مغزمون دسترسی پیدا کنیم چی میشه؟ یعنی میتونیم تلپاتی کنیم؟ یا زمان رو کنترل کنیم؟ یا شاید به یه موجود فراانسانی تبدیل بشیم؟ امروز قراره ببینیم این داستان چقدر واقعیه و اگه ممکن باشه دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته. آقا ارادت، اومدم بگم اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بزن بریم سراغ ویدیو. بخش اول، واقعیت 10% مغز. بیاین اول یه چیزی رو مشخص کنیم. اینکه ما فقط از 10% مغزمون استفاده میکنیم این یه افسانه است و اصلا وجود نداره همچین چیزی. دانشمندا با استفاده از اسکن مغز نشون دادن که تقریبا همه بخشای مغز فعالن، فقط بسته به فعالیت ما داره. اما حالا بیاین وارد بخش تخیلی ماجرا بشیم و بفهمیم که قضیه از چه قراره. بخش دوم، اگه 100% مغز رو فعال کنیم. فرض کنیم یه روز بتونیم به 100% توان مغزمون دسترسی داشته باشیم. چی میشه؟ شماره 1، حافظه مطلق. مثل یه کامپیوتر بتونی هر چیزی رو با جزئیات به یاد بیاری. شماره 2، محاسبات ذهنی آنی. یه معادله پیچیده رو تو کسری از ثانیه حل کنی. شماره 3، کنترل روی بدن خودت. شاید حتی ضربان قلب، سیستم ایمنی یا درد رو کنترل کنی. شماره 4، ارتباط ذهنی یا همون تلپاتی. بدون حرف زدن با بقیه ارتباط بگیری. و شماره 5، درک بعد 4. شاید بتونی زمان رو مثل یه مسیر ببینی. بخش سوم، تغییر در بدن و دنیا. اما استفاده کامل از مغز فقط یه مسئله ذهنی نیست. مغز اگه قدرتمند بشه روی تمام بدن میتونه تأثیر بذاره. مثلا سرعت واکنش ها رو زیاد میکنه، درد رو کمتر حس میکنی، شاید حتی بیماری هایی مانند سرطان یا بیماری هایی که اصلا درمان ندارن رو شکست بدی. و حالا عجیبتر، مغز میتونه واقعیت رو خم کنه. حالا یعنی چی؟ مثلا بتونی اجسام رو با ذهن جابجا کنی یا حتی یه دنیا رو تو ذهنت بسازی و اون دنیا واقعی بشه. بخش 4، خطراتش چیه؟ اما همه چی هم گل و بلبل نیست. این قدرت ممکنه انسانها رو به جنون و دیوانگی برسونه. شاید ذهن دیگه نتونه فرق بین خواب و بیداری رو تشخیص بده. اگه همه بتونن ذهن همدیگه رو بخونن دیگه حریم خصوصی وجود نداره و همه چی نابود میشه. شاید دیگه چیزی به اسم عشق، دروغ یا گناه یا احساس باقی نمونه و حتی بدتر شاید معنی انسان بودن رو از دست بدیم. و در آخر یه جنبندی کاملی بکنیم و چند تا سوال فلسفی از شما دارم. شاید ما همین الان داریم از 100% مغزمون استفاده میکنیم، فقط هنوز نمیدونیم چطور. اما یه سوال خیلی مهم، آیا ذهن بی نهایت خوشبختی یا خوشحالی میاره یا فقط پایان انسان بودنه؟ نظرت چیه؟ اگه میتونستی از کل توان مغزت یعنی 100%ش استفاده کنی چه کارایی میکردی؟ نظرتونو کامنت کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودین و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.